فاطمه تقرا اكو فايد درخت حتى چه با اسمه اكو اسمه سیگاری زمین و میدون من چی خوام بیان صاف شو بود ما یک رو زحمت کشیم ایفاتی هزینه چی مثل روی ابرو ما حقمون نیست باش نمیتونی شو بینه خب بینه این بولیه این سایل یه وقت با قانون اومد بگی ما هزینه کردیم میتونیم زمین کردی ما یکی رو خرج کردیم زمین سوی را بخریم یالا سلام سلام شما چیه؟ اصلا تو کاره با کار داریم ما کار دوباره تو من آره من رفتم نماینده دادستان آوردم برو باش صحبت کنیم سرزیابون میخوام اصلا ایسا هم نده بره سر جماعت رو گفتم نگاه نمیسم هستی روز مزاهم ایجادی که مزاهم سرطنه خیلی کنی بکنه سلام سلام ایمان حقون نیست شکایت شده چی زمین مال الهام خب بعدش هم یه قلومه داریم اگه قلومه چیزی دوری بیاش تامین زمین مال چیه دیگه سرکار خانمانشون هم دو بفرمایید بالا بشینین دست دادن نکنه این جایی باید هست ما این زمین اسی زحمت چشیم آقای قاضی زمین اصلا منی تو زمین تغییر آقایون برام من کس دیگه خریدم آی مترجم چند سال باش خریدی الان 30 سال من قلومه داری خب این 30 سال کوره بین الان من اصلا ما رفته بودیم خارج تا 30 سال کجا اصلا فکر ما رفته بودیم آقا خارج رفته بودیم یه جای دیگه داشته زدیم من کس دیگه خریدم تو الان از چه دیگه خریدی الان این ماده داستان با الان صحبت چند سال خریدیش تو ما 5 سال خریدم چیز زمین الان 30 سال که قلومه داره وز داره خب 30 ساله الان نمونه سر زمین قلومه چی داره این زمین من هم قلومه دارم اینجا وایستاده بود اسلیومه خشت جای صاحبی زمین جازه تراترام قلومه شه بیاد وزنش شه بیاد من هیچی نارم ولی مثل زمین زحمت چشیم نیترام ایمان خیلی درخت داشتی مدرک چی ندارید سال 30 ساله چردمه اون تو مدرک 30 ساله نه قبول داری قبول دارم این شاهده لی آقای قاضی الان همین قلامشون درو اصلا شاهده کلن مردنی این قولنامه دست نویسه دست نویسی قولنامه این شاهدا چی آقا میگه مرده دروغ داره میگه ما رفتیم تحقیق کردیم چند تا از این شاهدا زنده هستن خب حالا اگه میخوای بیاد یه روز میان شو باهاشو صحبت کنیم اصلا آقا الکیدار مزامی بود قولنامه داری یه قولنامه‌اش دست نویسه آقا محترم بس این ایران بزامی چی داره و چی بزامی تین ولی چی بیکاری آقا قاضی 4 روز اصلا زندانی ما گفتیو آقا میخواد اصلا وقتی که مدرک چی نداره میخواد چی درجی نداره نه چیزا خاص کرد ما مدرک دارم اینو برو اینجا چه زوری نیست قاضی. زمین بچی تو قولوا داری حالا چه نمیخواد از مزدور جوری تو خدا هیچ
آقازی یه چی 5 روز اصلا چی اثر زمین مو مدرک داره مدرک داره سند داره زمین سند داره سند داره سند چه بیاره چه چون بیا بش تا چه بخریم الان سند چه می‌خریم اصلا ما ماشین آی ساسات بیا زمین آقازی بفهم بالا بشی تا ما همه چیز زمین نشونه الان مدایده اصلا تالای گفتی این بیا بالا بشم تکلیفشون هم مشخص نیست سر تا بفهم تا بالا بشی تا همه چیز نشون تو این سنه بیا بشین همه زوشی کنه والا این شعار تو اصلا انگار عصبیه ما داریم با حرف حساب و خوب باهاش صحبت میکنیم اصلا بفهم اصلا این قولنامه داره سیم بخون همه سر کنه همه زرد دوا این قولنامه‌ش اصلا بخون این قولنامه دست نویسه حتی معذری هم نوبی دست نیست محترم تو این تو دیاری خودش اینا نوشته دیاری تو حسابه یا مور شورا مور دیار همه چی پای زیره خود درسته می نظر ناره این قولومه هم خونم خب یا این قولومه مال مادر اعلام سیمپور درست حالا خدا رحمت کنه مادر شد یه تو کلانتر اینو خوندم این زمین کلان به نام مادر این خب به نام مادر اعلام سیمپور الان هم کلان به نام مادر اینه 30 سالی که هم این قولومه داره آقازی ما قبول دارم چی قولنامه واقعی و مال مادر خانم خب ولی ما هم خریمه و تا از چی خری و اون شخص بیاری ببینیم چیه و کو رفته اون شخص ما هر کاری کنم میایسته یعنی قرار با سرکار صحبت چون قرار امروز بیاریمش اصلا ایام به نافذ شهر خب الان اینجا باید شما متوجه بشید چه زمین ما اون آقا رفت الچی زمین فروخته اسم مشخصات چند داره اساس آقا نمیدارم ولی حاضر نبود داستر زمین یعنی اون زلشی رأیا کلاوردی شما کرده تماسی کلای خونه شما تماس چند جواب میگه شما چند بجوری ولی اسم رشیده کامش هم سیمپوره مال می سردش مال می سردش این روستای سردش قولنامه‌اش دوری آن چه بدونی قولنامه داش دارم ولی نتیم کورن مشخصات چیزی هیچ چیز از رفیق غیر بابا قولنامه هم رسمی من بیاریش تامنه این مشخصات الان نتیمه ولی مشخصات رو احترام بدیم ایسا مگه تو دیروز به من نگفتی دیروز بود چه بود روز پیش گفتی برو نماینده دادستان گفتی هیچی آقا هیچ کار از سرباز نمیتونی برو نماینده دادستان بردار بیا تا من فردا قولوممو بیارم اون آقا هم چیز زمین خریدم بیام اینجا باهاش صحبت کنیم خب الان تو میگی آقا نیومده نمیدونم شماره رو بر نمیدارم قرار بود بیار نیومد الان قولومتو بیار آقا قولومتو بیار قولنامه هم پیش یک رفیق من میریم آقا ایسای ما چند روز چیم ایرو حیوان دست سریکی هر بار یه بهونه یوری الان مشکوکه همه چی مشکوکه نه سند تو معلومه نه این آقاش باش خرید فروشه آقا آینما این آقا دروغ میگه اصلا این زمین از کسی نخریده الکی اومده این زمین خام گرفته خاطر قولومش نمیاره راستی پیشه چه رفیقت آقای محترم شما داره امینی زمین دره بکنی خاطر ما نرفت این زمین بگو زمینی مانه این زمین من ولی اون مثلا بعد شامل ایسا الان قولنامه نداری الان تو هیچ قولنامه نداری قولنامه زمین زدی اومدی ساکی باید سر روی ماده ما ساکی تا رفیق شمال بیاد الان یه خونی رو سر کنه تا چه الان چند بار یایری بیاره تا دونستی زمین این خطه حتما باید قولنامه الان بیاری این چند بار هیچ ایرو داخل یه هفته شاید نیست تو نه قانونتون جور کنی اما کی قانون رفیق من نمیره میگه اصلا قانون چیکار میخواد پیش رفیق آقا ایسا ما جای امن نداشتیم جای امن نیست آقا قاضی مجبور بیم نمیشه گاستن رفیق خب زنگ بزن به رفیقت بگو بیاد نه گاستن اثر انگشتیه رد به شمال حالا یه کارش که قانونانه بابا آقا این اینو بردار ببر تو کلانتری در کار نیست ولی برای چند هیچ توضیح دارم صبر کن نگاه که کن الان قولنامه نه باید همین الان بیاریم اینجا قولنامه نیست نشونه دو تا الان هیچ چیزی نداری قولنامه دارم این پیشم نیست حالا ما اینا قبول نداریم آقا این دروغ میگه اصلا این چله چی
اصلا زمین چی دروغ میگه ولی برم نه زمین چی نی ولی برم دعوا نکن چی گو چله چه نه زمین دا الکی اومده 5 زده آقا داری سیفور تو من مزه تو ما چی میزنه آقا اگه آقا قانون داری بیار رو کن هی چی نگاه آقا قاضی این اصلا پول نداره الکی اومده الان 5 نیست زده در 20 یا دیدی در 20 مولات هم بی تا قانون 20 روزی مهلت بدم آقا میخواد زمینشو بفروشه اصلا شاید بخواد زمینشو خونه توش تا 30 سال 20 روزی اینو دستگیر کن بعد از 30 سال آقا خبرش کن زیرش آقا دستانه پشت سرش آقا بعد مقال نامه داره میگم آقا قاضی معله چی به دستش کی بود نامه دارم اینا سر کابوش کنه بازداشتگاه تاش قلومش بیاره آقا اینا ببر تو دون آتری تا تاچی بله برای چه آتری تاچی من معله چی خیلی آقا مقال نامه آقا تا قانون نیست بله تو الان گفتی قلومه در رفیقت تو الان میشه همه حرف تو دروه آقا دروه من نشد راست چیز بعد سند مدرش دارم پارش دیگه یا پارش نه آقا من واسه تو نیستم خانوم رو پاره کنم خب مرد چی داره بیان نشون رو مارده بگیر قول نامه من یه قول نامه بیشتر نارم بیا بدش به من بیا بدش به من اصلا تو بلدی اصلا چطور برخورد اینی من ایسا قاطع چیه چه برنامه ندار راستی که با قاتل نداری چه حالی نی چی کار درست انجام بدی بهش گفتم بابا ریشه همه حرفت تو دروه سیسی میخوایم بپذیری دروه نگه ازش گفتی این ما سند قلومه نه تا رفیق مونه الان سکو تختونه یه واسه بیا واسه گفتی پیش رفیقه نگاه کن آقا نشون من کار ندارم نشون هم این نماینده بده نشون هم این نماینده بده آقا خودت بخونش ما کار نداریم سرکار برقب آقا قاضی آقای قول نامه رو بخون بینه دیگه چه هست رسمیه مزایشه مورم داره مورش کن آقا رشید سیپور خیلی اما رشید سیپور 5 سال پیش خریدیشه خب درست یا نه درست الان ما باید بریم این شخص آقا به تام نگاش کنم تو برو به تام نگاش کنم برای کنار خوش نماینده داستان خوش سیل شکنی این چطور شخص حق داشتی چه ماری ما رو بخونین و پارش کنیم ولی ما حق داریم نسلش دعوا نکن صداتون رو بیارید پایین این شخص رو بگیرید وقتی اگر قانون آوردین همون قانون بعد قبول داشته بود باید این شخص رو بگیرین حتما خب آقا این آقا رفته زمین خرید از ایشون اون باید بره دنبالش ما چه کاراییم اون آقا میگه اصلا از اسم اونه رشید سیپور اسم اونه خب رشید حسین پور این میشناسه من چی نمیشناسه الان من باید کجا دنبالش مشکل باید بره دنبالش مشکل نه داخل زمین آقا مشخصاتش کجا برای مایده آقا ببین مشخصات همه چی اینجا زده شماره پیدا سرکار در نامه برای شکایت تو آقا نکنید داخل زمین مو شاید اصلا اونجا خونه‌اش نباشه شاید این شماره خاموش نه باید برای تی باید پیداش کنید قرار بود بیان اینجا نیومد باید پیداش کنید وایسی رو یعنی چه صدا تو بیا پایین من نقول نامه من آقا قول نامه نداره بیا پایین این اینو باید بریم پیش باش آقا دارتون آیسا ما خود میگیم دعوا نکن یا آقا نباید واسدم مثل زمین واسامه آقای قاضی اگر مشکلی ما حل کنی نه دیگه مشکل خشه خوش باید برم من زمینش چی فروته آقای قاضی این آقا باید بره از رشید صحبت چون بهتر از ما میدونی بگو درو اگر شاید زمین تو بخیر بعد رشید کار شکنی درسته توی قانون اسم رشید زدی الان ما باید چیکار کنیم پیدا از این شماره پیدا که آدرس روستا همه چی توش هست خب آقای صبر اسراقی نه این رفیق رشید نیست سنه بردی برو سنه من بیای پارش کنیم برو سنه یا آقا یا پارش کنیم پارش نمیکنه ما الان چی تو اینو بگیم الان دنبال این یا پاره کنه چه دست میده پارش نمیکنه ده بوشو باید برای آشکار رشید کنه من اینجا من صبح دوباره یا میرم
سوال میری پایتش کنم سرکار راش بیا بیزا یعنی تری کن. بیا تا خرسو برا این رد که بره آقا قاضی برای دادگاه همون رو همه والا آقا آقا قول ما رو خب بذار من آدرس این آقا کجا برقه بیگم بذار من آدرسش کجا خب شماره‌اش از بگی چیزی ما رو شه بگی این بریش حواستش بیا آقا یا نامردی درش باشه برو بالا من مثل تو نیستم آقا سند آورده بریم بالا ولش سند پیش منه سند پیش مردم بریم بیرون از یا برنه ده برنه ما هستیجا صدات بیازی برنه صدات بیازی برنه سرکار بوده نه امام برنه شما اخاذی کردی برنه مسی مدرک کاش میمونی زمین آقا ایسا تو داری میای کجا برو بالا صدای مجرد قولی کنه چه داخل زمین چه مال خدا نیست بخواد سکونت کنی امام هرونه که معرکیه برو درد سر درست نکن آم معلوم میشین زمین مال کیه عکس قانونی بعد شخص درخت منش کاشتم و هیچ کنیم باشه الان میبینی این مال 5 سال پیشه ما تو مال 30 سال پیشه ولی این مردایی کرده رسمی الان این مدرک مردایی کرده خب باید بریم پیش این رشید سپور بریم پیش آقای رشید سپور پیدا که همه چی صفحه نوشته خب باید بریم اونو بگیریم خب الان این زمین اینجا مال ماست خب ما بریم پیش رشید اصلا شاید اون بگو ما اصلا نفروختم شاید بگو آقا الان این قولنامه چه به نام اونه اصلا اون آقا باید بره شکار کنه مشکلی ما آقا رشید نیست مشکلی ما ایسا با آقا طرف رشید شما یه سر به رشید بزنین ببین چجوری این زمین فروختین چی زمین خب همینه میگم قانون چالکی نیست قانون اینا میاره به سر تونه میاره ایسا رو میاره شاید اصلا